خدمات علاقه تاجیکستان مجوز 10 شرکت مخابراتی را برای استفاده علاقه نوی NGN بکار کرد. در یک سند که روز 18 دکبر با امضای بیک صبور رئیس خدمات علاقه امضا شده است گفته می شود مجوز شرکت های تاجیک تلکام، TT موبایل، تکام و ویلون و دیگران توسط علاقه برقی NGN بکار کرده می شود. قرار مذکور روز 21 دکبر به دست شرکت ها رسیده است و یک نسخه آن به رادیوی آزادی هم رسید. گفتگوها از طریق NGN در تاجیکستان و خارج از آن از روز 18 دکبر ناممکن شد. خدمات علاقه تاجیکستان سبب این دستور را به امنیتی شهر داد، اما در یک نامه کمیته انداز تاجیکستان که روز 20 دکبر به رادیوی آزادی رسید گفته می شود قیمت گفتگوها طریق NGN نظر به علاقه مقرری 10 مراتب ارزان تر است و برای همین درآمد از حساب انداز و بودجه دولت کاهش یافته است. منع استفاده NGN که وسیله اساسی مکالمه مهاجران با خانواده‌هایشان است، خشم مهاجران تاجیک را برانگیخته است. در مراجعت‌های زیادی مهاجران که در اینترنت نشر شده است، حکومت را تنقید می‌کنند و می‌خواهند که خدمات علاقه آنها را از یک وسیله آسان و ارزان گفتگو با خانواده‌هایشان محروم نکند. طبق آمارهای تازه، شماره استفاده برندگان علاقه NGN نزدیک به 1 میلیون نفر است که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان در خارج هستند.